مجاهدین عملیات انتقام جویانه را علیه پاسگاه‌های پاکستان در خط فرضی آغاز نمودند که به فضل خداوند بزرگ و به نصرتش عده زیادی از پاسگاه‌های دشمن فتح و عده زیادی از نیروهای رژیم نظامی پاکستان و ملیشه‌های آن کشته شدند و برای ملت مسلمان افغانستان این را ما اطمینان می‌دهیم که هیچگاه تجاوز هیچ کسی را به پاسخ نخواهیم گذاشت. جوابی انگشت را به مشت خواهیم داد و این را اطمینان می‌دهیم که نیروهای دفاعی شما این توانمندی را دارند که از تمامیت ارضی شما دفاع بکنند. برای رژیم نظامی پاکستان پیام ما این هست که از این کده بیشتر پاسخی قاطع دریافت خواهند کرد و اگر بر هر نقطه از کشور ما اونها تجاوز بکنند جواب بالمثل دریافت خواهند کرد و این را ما مطمئن هستیم که نیروهای دفاعی ما الحمدلله و المنه این توانمندی را دارند که اگر اونها بخواهند که افغانستان را ناامن بکنند، نیروهای ما این توانمندی را دارند که اونها حتی در مراکزشان الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز در داخل و خارج از کشور انشالله که خوب باشید. الحمدلله مجاهدین امارت اسلامی بر فوج مرتد پاکستان پاسخ تاریخی دادند که هیچ حکومتی تا به این حال در برابر فوج گستاخ و بی‌ادب و مرتد غلام مزدور پاکستان چنین پاسخی را نداد. الحمدلله مجاهدین با مورال بسیار عالی، عزم متین، ایمان راسخ و قوی در برابر فوج پاکستان از خاک اسلام یعنی دارالاسلام از خون هموطنان مظلوم بیگناه ما که مورد هدف فوج مرتد پاکستان قرار گرفت با قاطعیت دفاع کردن و از خاک و تمامیت ارضی کشور دفاع صورت میگیره. اطمینان کامل داشته باشه که مجاهدین امارت اسلامی این توان و قوت ایمان دارند که از خاک افغانستان، از حقوق مردم مسلمان افغانستان دفاع کنند. هیچ تشویش نداشته باشید، بلکه در داخل و خارج از کشور در کنار نظام امارت اسلامی و از مجاهدین امارت اسلامی حمایت همه جانبه خود را همه اتباع افغانستان داشته باشند تا باشد که پاسخ معقول و کوبنده بر دشمنان وطن، دشمنان اسلام باشد. فوج پاکستان فوج بیدین است، فوج مزدور است، فوج غلام است، فوج برده است که به دستور استخبارات کفار اینها میخواهند که مردم بیگناه مظلوم ملکی افغانستان مورد هدف قرار بدن تا بخواهند که پلان و اهداف و خواسته های نامشروع شوم استخبارات بیگانه را بالای ما بقبولند. در تاریخ افغانستان هیچ حاکم مسلمان بخصوص عالی قدر شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله کسی نمیتواند، هیچ قدرت جهانی نمیتواند که یک خواسته نامشروع خلاف اسلام شریعت اسلام بالایشان بقبولاند و قطعا قبول ندارند و تمام مجاهدین و تمام مردم افغانستان آماده هستند با تمام قوت و توان و با توکل به الله سبحانه و تعالی از امارت اسلامی، از خاک وطن خود و از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنند. برای شما با اطمینان کامل گفته میتونیم که پاسخ کوبنده برای دولت پاکستان و فوج پاکستان داده شده. اهدافی که از طرف دولت و فوج پاکستان هدف قرار گرفتن امشب یا گذشته چیز تمامش هیچ گونه الحمدلله تلفات نداره. جاهایی را هدف قرار دادین که به هیچ وجه یک تبلیغات سوی را انداختین. ما با اطمینان کامل بر شما گفته میتونیم که در داخل خاک پاکستان ما اهداف نظامی فوج پاکستان مورد هدف توسط طیاره‌های بی پیلوت و درون خود قرار دادیم. ان شاء الله در طول تاریخ ما یک تاریخ زرینی از خود بجا خواهیم ماند که مردم افغانستان و نسل‌های بعدی بر دولت و نظام امارت اسلامی افتخار کنند و بر حق مجاهدین ما دعای خیر داشته باشند. با پیام ما و خواست ما از مردم افغانستانی است که متحد شوید، یک پارچه شوید، بی اتحاد و بی اتفاق نباشید و از خاک وطن خود، از دولت و نظام امارت اسلامی خود دفاع کنید تا باشد دین ایمانی و وجدانی خود ادا کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لغمان ګمبيري همدا اوس حال کې جیت تیاره اوس هم اوازونه دي په کم 12 بجې د ورځې. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये आर्मर्ड स्कूल के पीछे वाले हिस्से पे बहुत खौफनाक और तेज़ आवाज़ की ब्लास्ट जैसी आवाज़ आई। अल्लाह खैर करे। आर्मी एरिया के अंदर
Alhamdulillah. Ya Allah nasrat da ya Rabba. Ya Rabba. Ya Rabba te بدر فرشته ملګری وختل Number 1 fire. Allah. 3 fire. دا تورخم دی او حالات خراب شو تورخم کې پوه شو کنه تورخم دی او خطر زیاته ده جنگ ګاډي ټولې ویسته او ان شاء الله تعالی به کامیابی ښه ماشاءالله ملګري ننوتلي الله پاک دې خیر درکړي دا په کومه ساحه الله پاک دې خیر درکړي بچه رو ډالې وینې نه زه بچه جنگ شروع